از تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید. با سوتش بازی رو آغاز می‌کنه. من خیلی سریع بازیکنان دو تیم رو هم خدمتتون معرفی می‌کنم که در تیم آبی پوش، تیم در واقع سفید پوش هوادار تهران، آرشا شکوری، صاحب محبی، محمد ستاری، میلاد خدایی، متو میلار، عرفان معصومی، مجتبی حقدوست هوادار هست. ببینیم به چه شکل توپ رو ارسال خواهند. خطرناک هست، ضربه مستقیمشون برمیگردونه گوهری. اجازه بهشون داده بشه آرام باشن. در تصویر آهسته هم ملاحظه میکنید ضربه برگشتی هم خود بازیکنان هوادار زدن. این ضربه پای چپ محکم بازیکنان هوادار، خوزستانی هوادار. یه ارسال خوبیه، ضربه سر کنار دروازه به بیرون میره. اونجا ضربه استقلال خوزستان. حرکت رو به جلوی مصطفی احمدی، ضربهش رو گرفت اونجا. ضربه بازیکنان هوادار رو شما ملاحظه میکنید که توسط بازیکن شماره 7 زده شد. ضربات خوبش رو در این فصل دیدیم. بیفوما هم حضور داره. ببینیم ساویو خواهد زد، با پای چپ ضربش رو میزنه و از روی دروازه به بیرون میره و نتیجه 0-0 مساوی همچنان پابرجا میمونه. دست آورد. ببینیم بیفوما این توپ چه خواهد کرد. پشت محوطه جریمه ساویو، روبرتو با پای ضربه عالی که از روی دروازه البته به بیرون رفت. کار قشنگ ساویو روبرتو با پشت پا دروازه به بیرون رفت. خودش با پای راست یه ارسال معواج اونجا یه لحظه برخورد میکنه پشت کمر بازیکنان و مدافعین استقلال خوزستان. در ضد حمله فرصت برای بارانی هست، جا میگذاره آرشا شکوری رو، دروازه خالی هست. ضربش رو هم میزنه و برخورد میکنه و توپ رو به بیرون میفرستن. ضربه بهروز بارانی در شرایطی که آرشا شکوری هم از دروازه خارج شده بود و اونجا اعتراض در تصویر آسان ملاحظه میکنید بهروز بارانی به خوبی عبور کرد از شکوری، اما ضربش قالب توپا رو ارسال میکنه. ارسالش این بار هم در محوطه جریمه روی سر نونس یه قیچی برگردون. بیفوما فرصت برای استقلال خوزستان و بیفوما برمیگردونن مدافعین دست پاچه هوادار به هر ترتیبی که هست. یه برگردون و این بیفوماست. رو به جلو، حرکت رو به جلو، تک به تک، فرصت برای بازیکنان هوادار و گل توی دروازه شجاعیان. دیگه نهایت تجربه داریوش شجاعیان این صحنه بود که اینگونه تیمش رو برخلاف جهت بازی جلو انداخت. ببینید پاس عالی در رفت اونجا. اینجا هم چه حرکتی زد داریوش شجاعیان، دروازه رو باز کرد. نگاه کنید اینجا چگونه فرید داد. نگاه کنید این لحظه ای بود که خیلی با تمرکز بالا و یه بازیکن با تجربه داریوش شجاعیانی میتونه این پسندیده با پای راست به دهانه دروازه نرسید که یه نیش پا بزنه. مانور بیفوما او در حرکات انفرادی عالی است. به تیر اول میتونه دروازه باز بشه. به تیر افقی هم برخورد کرد. یه بار دیگه ارسال. یه لحظه بارانی مجددا به تیر دوم دور میکنن مدافعین هوادار میان به سمت چپ. اعتقاد به آفساید دارن. ارسال به محوطه جریمه توسط میلاد خدایی و توپی که به بیرون رفت. باز هم حرکت بیفوما، این بار فرصت داره و فضا. پاسش در محوطه جریمه رو میگیرند بازیکنان هوادار. علی هلیچی 1-2 میکنه اونجا، از دروازه خارج میشه و پنالتی. اعلام ضربه پنالتی برای استقلال خوزستان. آرشا شکوری زد علی هلیچی رو که اونجا پیشروی کرد. خوب بود حرکت خود علی در محوطه جریمه. پاسش در تصویر آهسته میبینید این گونه اول برخورد، اینجا بهتر مشخص هست خروجش و لحظه ای که
دورخیز مناسبش میزنه، ضربهش رو به تیر برخورد میکنه. ضربه محمود مطلق زاده، یه ضربه پنالتی به نفعش اینگونه گرفته شده بود و به تیر عمودی زد محمود مطلق زاده. از چند زاویه ملاحظه میکنید شیرجه هم زده بود. خود بیفوما با پای راستی ارسال خوب، فرصت برای بازیکنان استقلال، برمیگردونن در ترتیب که است. دانایی ارسالش بلند به تیر دوم مشت میکنه شکوری، تو فرصت برای استقلال خوزستان با پای چپ در بین را برخورد میکنه. مجددا بازیکنان استقلال و محکم کار یا بهیرایی است. به جای مجتبی حق دوست به میدان خواهد اومد. ببینید در تصویر موقعیت‌های چند باره استقلال خوزستان که در اون تجمع و اون شلوغی. حسینی یه ضربه در محوطه جریمه، حالا میتونه دروازه باز بشه. دروازه باز میشه، اعلام خطا شده به نظر از آقای. ببینید در تصویر آهسته این لحظه‌ای که ضربه سر زده شد، اینجا برخورد با آرشا شکویی رو خطا اعلام کرد یا مشکل دیگری، ولی به نظر میاد که این رو خطا گرفت بازیکنی که کنار آرشا شکوری رو به جلو. بیفوما، خود بیفوما، 3-4 بازیکن جلوش هستن. یه تو سر توپ، ارسال به دهانه دروازه، گل و گل توی دروازه. 1-1 مساوی، 1-1 مساوی. بالاخره استقلال خوزستان، شایستگی استقلال خوزستان بود. ببینید باز هم حرکت از پاسش چگونه انداخت زمین مدافعین رو. اینجا دیگه در دهانه دروازه باید دروازه رو باز میکردی آقای داسیلوا نونس. 1-1 مساوی. تماشاگرانی که گفتم داشتن پراکنده اطراف ورزشگاه بازی رو میدیدن، شاید یه جورایی داشتن ورزشگاه رو هم ترک میکردند. هر کاری دلش خواسته کرده اونجا. بیفوما بازم یه ارسال، بازم روی سر نونس، میره دروازه باز بشه. میرفت شگفتی خلق بشه در ثانیه‌های پایانی وقت‌های طرف. ضربه رو به کرنر فرستاد اونجا سیلوا. ببینید یه بار دیگه بلند شد و به کمک مدافعین اونجایی میفرسته که مدافعین ایستاده بودن از راهی دور. ضربه از راه دور بازیکنان استقلال، کرنر و سوت پایان. سوت پایان دیدار دو تیم فوتبال استقلال خوزستان هوادار. نتیجه تساوی 1-1 در پایان ثبت میشه برای این مسابقه. بازی جذاب و دیدنی، به خصوص حدوداً 10-15 دقیقه نهایی این مسابقه، پایانی این مسابقه، با تک گل داسیلوا در نیمه دوم به تساوی کشیده میشه. شجاعیان گل اول رو برای این تیم به ثمر رسوند برای هوادار و بعد از اون روی فشار بی‌امان بازیکنان استقلال خوزستان، استقلال به اون چیزی که شایستگیش رو داشت رسید و بازی رو به تساوی کشوند. هرچند که در این ثانیه‌ها